سلام دوستان. امروز میخوام راجع به سمپاشی باغچه، باغ کوچیک، یه مزرعه کوچیک با شما صحبت کنم. برای اینکه شما یه باغچه مثل باغچه ما حدود 8 درخت، 12 تا 15 تا 20 درخت دارین، دیگه لزومی نداره شما دستگاه سمپاش بخرید. شما فقط کافیه یه بطری خالی نوشابه داشته باشین و یک سری آبپاش مخصوص سمپاشی که همه ابزار فروشی ها دارن، قیمتش هم چیزی نیست. من 15 تومن خریدم. فقط کافیه که داخل این سر بطری رو باز کنید و این سری رو به جای در نوشابه روش ببندید. خب حالا من سمم توش میریزم که شما کارایشم ببینید. این بطری رو از قبل توش سم آماده کردم توی نوشابه. به این صورت درش رو صفر میکنیم محکم مثل شیشه. خب یه تلمبه داره، بادش میکنیم. خب بادش میکنیم تا اونجایی که فشار لازمه رو داشته باشه. خب حالا میاره تنظیم داره. حالا که ما بادش کردیم، این به این صورت سم رو میپاچیم به گیاه. با این سریه قابل تنظیمه. ببینید اگر که پیچش رو شل کنیم بیشتر میاد و پیچش رو کمتر کنیم به صورت مهپاش در میاد و تمام گیاهمون رو سمپاشی میکنیم و نیازی نیست که دیگه پول دستگاه سمپاشی بدیم. مصرف سمتون هم خیلی کم میشه. ببینید به این صورت سمپاشی میکنید. حتی میتونید برای سمپاشی منازلتون هم، جایی که سوسک داره، روی زمین یا دو سرویس های بهداشتی تو به این صورت سمپاشی کنید. ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنید.